بارها دیدیم که برخی افراد با وجودی ذهنی گیرا و یا دانششان بسیار موفق نشدند و یا به نتیجه دلخواهشان نرسیدند. اما چرا؟ آیا دلیل منطقی هم برای این کار وجود دارد؟ خب در این نوار ما از روی مقاله ملی سچو با عنوان 7 عادت انسان‌های باهوش که به موفقیت نمیرسند نواری آماده کردیم و آن رو پیشکش شما عزیزان میگردانیم. خیال میکردیم اگر آدم‌های باهوشی که سخت کار میکنند و در یک محیط مناسب پرورش یابند سرانجام موفق خواهند شد. من به افرادی خاص نگاه میکردم و با خود میگفتم وای این فرد کارهای بزرگ انجام خواهد داد. اما چون بزرگتر شدم و فهمیدم این طور نیست. تعدادی کمی از افرادی باهوشی که میشناختم و اخلاق کاری قوی داشتند به کارهای قابل توجه روی آوردند، در حالی که بسیار دیگر هم کارهای خوب انجام میدهند. متاسفانه برخی از آنها با هم حرکت میکنند و مثل هم عمل میکنند و در مورد آنچه انجام میدهند مطمئن نیستند. بعدها فهمیدم وقتی پای موفقیت به میان می آید فاکتورهای زیادی وجود دارند، خواه به معنای داشتن یک شغل مناسب باشد و خواه به معنای داشتن رابطه خوب و سالم. بله، باهوشا بخش از این داستان هستند، همچنین داشتن اصول اخلاق کاری، اما فاکتورهای بیشتری در این بازی شاملند. اینجا 7 دلیل آماده است که چرا ممکن است شما موفق نشوید حتی اگر باهوش و سخت کوش باشید. یکم، شما با افراد جدید ارتباط برقرار نمی کنید. ارتباط برقرار کردن با افرادی که خیلی وقت از آنها را می شناسید کاری آسانی است. خوب شما گذشتی یکدیگر را می دانید و به کمبودی های هم می خندید. مشکلی دوستان قدیمی این است که ایده های شما بارها و بارها بینتان می چرخد و شما آن ایده ها را جدی نمی گیرید. در آغاز برقراری ارتباط با آدم های جدید می تواند کاری دشواری باشد، اما شروعی کوچک به شما کمک خواهد کرد. در ابتدا بر روی چیزهای کوچک هدف گذاری کنید، مثل معرفی خودتان به یک نفر در هفته. این همه را دیده کارشناس گفته است که شما باید برای رویاهایتان بجنگید، شما باید فداکاری کنید و برای آنها سخت کار کنید. دوم، شما مخالف تغییر هستید. بودن در شرایط مساعد به مدت طولانی پذیرش چیزهای جدید را سخت می کند. خبر خوب این است که تغییر به شما شانس برای فرصت‌ها و نوآوری ارائه می کند و جای مقاومت در مقابل تغییر ببینید چگونه می توانید بهترین تغییر را ایجاد کنید. شاید بتوانید نیازهای شغلی در حال رشد را تأمین کنید یا چشمانداز دیگر را ببینید. از مفهوم‌های جدید استفاده کنید و در باره دنیای اطراف خود کنجکاو باشید. سوم، شما حاضر نیستید خطر کنید. افرادی باهوش بیشتر راه کم خطر را انتخاب میکنند. آنها احتمال راه همسین و سالهای خود را دنبال میکنند یا شغل را انتخاب میکنند چون موردی تعیین همسین و سالهایشان است. با اینکه این کار تا حدود امنیت شما را تضمین میکند، اما میتواند پیش پا افتاده باشد. من بیشتر از افرادی باهوش میشنوم که آنها شغلهای خود را نامناسب میدانند و آنها میخواهند کار دیگر انجام دهند اما میترسند. اگر میل دارید با این فکر میکنید که به محدوده ناآشنای دیگری وارد شوید، این را در نظر بگیرید که اگر شما تصمیم نگیرید چیزی را دنبال کنید، کاری شما به چه شکلی خواهد بود؟ شما از آن شکایت خواهید کرد یا خوشحال خواهید بود؟ چهارم، شما باور دارید بر اساس اعتبارنامه شایسته موفقیت هستید.
افرادی که در مکتب و دانشگاه به سختی تلاش کردند و خوب خوانده‌اند در مقام‌های بالا قرار دارند و گفته میشد چقدر پتانسیل زیادی از خود نشان می‌دهند. اینها در ابتدا خوب به نظر می‌رسند، اما برخی جنبه‌های منفی هم دارند. من شنیدم که افراد خود را شایسته بعضی چیزها می‌دانند. به خاطر هوششان یا مکتبی که به آن رفته‌اند، آنها انتظار دارند به خاطر اعتبارشان موفقیت‌ها به صورت خودکار به سمت آنها بیایند. با وجود اینها متاسفانه زندگی این گونه پیش نمی رود. در دنیای واقعی شما بر اساس کاری که میکنید نتیجه میگیرید. شما بر اساس ترکیب از کاری سخت، تفکری استراتژی و مقدار شانس نتیجه میگیرید. شما میتوان فاکتور آخر را به کار کردن روی دو مورد اول افزایش دهید. پنجم، شما دنبال چیزهایی می روید که در مرحله هیجان انگیز هستید. یک چیزی که من از افراد موفق بسیار میشنوم این است که آنها از هدر دادن زمان متنفرند. افراد باهوش درباره ارزش زمان خود آگاهند. تلاش و صرف زمان روی یک چیز به این معناست که به صورت بالقوه از صرف زمان روی چیز دیگری دست میکشید. اگرچه این یک ویژگی فوق‌العاده است، اما به معنای تعقیب چیزی بزرگتری بعدی نیست. شروع کار در هر زمینه و تلاش در آن کار سخت است و عبور از مانع‌ها اولین صبر می‌خواهد. تمرکز روی یک هدف در مدت دراز نسبت به دنبال چیزی رفتن خسته شدن و سپس دنبال چیزی جدید رفتن بازدید و نتیجه های بهتری دارد. خوب ششم این است که شما نمیتوانید به یک تصمیم قانع شوید. سخت کار کردن و باهوش بودن میتواند درهای ناشناخته جدیدی را برای شما باز کند. متاسفانه داشتن موضوعهای زیاد میتواند به اندازه داشتن موضوعهای کم شما را محدود کند. زیاد بودن این موضوعها انتخاب این را که چی بکنید سخت میکند. در نتیجه پریدن از این شاخ به آن شاخه و دیدن این که چی چیز مناسب شماست و سببگار انگیزه است. من فردی را میشناسم که یکی پس از دیگری در برنامه‌های گوناگون تحصیلات، کار، فعالیت شرکت کرده است. بعد از 10 سال هنوز نتوانسته است بفهمد که چی کار را باید انجام دهد. با جای اینکه به موضوعهای زیاد فکر کنید، ابتدا پیشنهاد میکنم این مورد را انتخاب کنید. قبل از تصمیم گیری بزرگ با افراد دیگر صحبت کنید و تحقیقات انجام دهید تا بدانید که آیا انتخابی مناسب با شخصیت و سبک زندگی شما است یا نه. خوب، هفتم دلیل این است که شما خودتان را باور ندارید. با کمال تعجب افراد باهوش می توانند توانایی‌های خود را دستی کم بگیرند. آنها بدترین منقدان خود هستند و این باعث می شود آنها باور کنند که نمی توانند به اندازه توانایی‌های خود موفق شوند. هنگامی که نوبت کار افراد باهوش می رسد، ترس و هیجان زیاد آنها را فرا می گیرد. هنگامی که آنها روی یک پروژه کار میکنند، تمایل به بررسی دقیق و حد زدن محصول نهایی دارند. در نگاه اول خوب به نظر میرسد، اما بیش از این که کمک کننده باشد ناتوان کننده است. کمالگرایی میتواند مانع حرکت رو به پیش افرادی در هدفهایشان شود و یا حتی مانع شروع کاری در اولی کار آنها باشد. باور کردن خودتان کاری سخت است، زیرا دیدن خود ساختاری سنی است. در واقع شما بخش از یکتای با شکوه جهان هستید. همه چیزی زیبایی در جهان بوده در درون شماست. بنابراین بجای اینکه ترسی اگر چی یا من براندازی کافی خوب نیستم شما را از چیزهای جدید باز می‌دارد. به این فکر کنید که زندگیتان را سالهای بعد چگونه می‌خواهید ببینید. ضربان‌های شروع شده منتظری رخ دادن چیز جدید در هر زمانی است. امروز برای رسیدن به موفقیت چه کاری خواهید کرد؟ چه چیزهای شما را به عقب نگه داشته‌اند؟ خوب به این دو سوال پاسخ گویید و دنبال جواب گفتن به این سوال ها باشید و حتما
رسیدن به سمت موفقیت را تجربه کنید. موفق باشید.